نوستالژی، چیزی که همه مردم جهان و مخصوصا مردم ایران عاشقشن. البته این علاقه ما ایرانیان نسبت به نوستالژی بعضی وقتا عجیب میشه. مثلا یکی مال دهه 50 میاد میشینه توی یه مهمونی میگه که ای یادش بخیر جنگ میشد، بمباران میشد، ما مثلا میرفتیم تو زیر زمین پناه میگرفتیم. همون لحظه دهه 80 یا 90 در میاد میگه بابا این چه کوفتیه، کجاش نوستالژیه؟ تو فرض بگی یکی از همون بمبا میومد تو خونه خودت، باز هم نوستالژی بود یا اصلا باقی میموندی که بخوای اینو تعریف کنی حتی؟ ولی خب همچنان بچه‌ها میبینید که علاقه به نوستالژی تو ملت ما کم بشون نیست. بچه‌ها حتما تا حالا از این دست ویدیوها رو دیدید که ویدیوهای نوستالژی میسازن و خاطره بازی میکنن و میبینید که توی کامنتاشون پر از انرژی مثبته و چقدر ملت این محتوا رو دوست دارن. حالا اینجا بچه‌ها یه سوال خیلی مهم به وجود میاد. این علاقه به گذشته از کجا میاد؟ به گذشته‌ای که شاید پر از سختی بوده یا حتی امکاناتش نسبت به الان هیچی نبوده. و چون که نوستالژی بحث خیلی گسترده و جذابیه، حیفه که بخوام توی یه شورت پروندهشو ببندم و به خاطر همین یه اپیزود لانگ بچه‌ها براتون آماده کردم و به زودی روی کانال ما قرار میگیره. پس اگر تو هم ذره‌ای به نوستالژی علاقه داری، با دنبال کردن پیج و چنل این ویدیو رو از دست نده و با لایک کردنت باعث شو که باقی افراد هم این ویدیو رو ببینن. منتظرتونم.